آره یه محمد آقا بود، کور بود، تو پارک لاله میگشت اینجوری با عصا میومد، یه چیزی بهش میدادن. چند وقت بعد سکتم کرد، میگن خدا درو با یکی میبنده خاریا رو میگم. سکتم کرد، اون تا سکته قلبی نه که بیمیره، نه چه سکته‌ای کرده بود اینجوری که میبینید زبونش هم اینجوری بود. 24 ساعت حرفم میزدم اینجوری گفت بله از امام اینا کارکوسه اینجوری شده بود. ما یه روز از امیرآباد داشتم میرفتم بالا، دیدم این ابرو بونگایی اومده بیرون اینجوری داره میره خونه. محمد آقا سلام، گفت گفتم تو بونگایی چه میکردی؟ گفت یه آپارتمان خریدم تو امیرآباد. اوه چه گوه خوردن ها، چمه سلامه. گفتم آخه ماجرا چیه؟ گفت بله خستم بریم تو پارک وسط تعریف کنم. گفتیم بعد میبریم ببینیم چه جوری پول داشت مادر. رفتیم نشستیم تو پارک و گفتم خب محمد آقا جون تعریف. یه پپسی هم واسش خریدم. دادم نمیتونست بخوره که میریخت رو زبونش میگم اینو اردک. خلاصه چی؟ گفتم تعریف کن. گفت بابا من یه روز نشسته بودم تو پارک گدایی میکردم. گفتم خب اینو میدونم اینا. گفت زنه اومد گفت کار میکنی؟ گفت منم گفتم چه کار از من برمیاد؟ گفت تو چی کار داری؟ من میذارم سر کار. چی کار داری تو؟ هیچ کاری نمیخواد بکنی. گفتم آخه میخوای بگی من چی کار کنم؟ گفت یکی تو یه جا دوزانو بشین. بعد گفت منم گفتم باشه. خلاصه گفت برو بعدش برد خونه و منم چه حالا داشت واسه من تعلیم میگرد. گفت من چه میدونستم ماجرا چیه؟ دیدم گفت کف آشپزخونه دوزانو بشین. منم دوزانو نشستم. گفت دستاتم بده پشتت. گفت منم دادم پشتم. گفت یه چیز خیسی گذاشت تو دهان من. منم این سکته کرده بودم نتونستم چیه. گفت بعد 5-6 دقیقه گوشامو ول کرد. گوشاش هم گرفته بوده عقب نره. خلاصی گفت 100 تومن بهم داد. 100 تومن منم اون موقع خیلی پول بود. گفتم خب. گفت فردا دیگه هر روز میومد گفت تو آشپزخونه منتها این دفعه 4-5 تا چیز خیس بود. نگو زنها رو هم جمع کرده بوده. گفت همچون منم هی پولا رو جمع میکردم. سکته کرده بود در پا. گفت آخرها یه روز رفتم بانک گفتم حساب من چقدر توشه؟ گفت 300 میلیون. گفت رفتم این خونه رو قولنامه کردم الان خریدم اینا. چطور؟ منم اخنده اینجوری میذاری. گفتم بابا به امام حسین میگن خدا هر دری را ببندد نمیدونم میگوزد به در دیگری. اون همه چی را تو گرفت این سکتره بهت داد کاسب شید. گفت الان من میگه بونشی دارم دیگه یه رانندم گرفتم راننده همه میبره این مرمت. بعد زنها زنگ میزنن وقت میگیرن. مثلا میگم چهارشنبه 22 مثلا مه 13 شهریور این دکترها ویزیت میگیرن. ویزیت هم 1 میلیون واسه 20 نفر. 20 نفر